چیکار میکنی استاد؟ دارم همون کار میکنم. ازم به حضور نرم گرم شما اینجوریه. خب چی خبره بابا؟ بیشتر جاها کفشور وسط حمومن. این حالا کفشور آورده اینجا دم در گوشه حموم، تقریبا 20 سانت فاصله در از دیوار اینجا گذاشته. حالا از اینجا تا همه شیب باید جمع کنیم بیاریم اینجا. دیگه اینجوری ارزم به حضوری. همین کار کردن حمام خداییش خیلی سخته. جا تنگیه، شیبش باید درست در بیاد. یک گوشه بعضی کار مونه نگاه میکنی کفشور اینجایه، آب میاد اینجا وای میسته، اونجوری کار نشده. بله آره این آره یکی درست شد. بله عزیزان اینه اون اینجا گیر کرد و خیره. خب باید حموم یا آشپزخانه باید خیلی درست کار شونه. بعضی آشپزخانه رو نگاه منی، بعضی کار منه، بعضی استادا کار منه نگاه منی کفشور یه جای دیگه آب میره زیر کابینت وای میسته. حموم هم اینجوری باید خیلی دقت کنید که درست کار شونه. حداقل اسم استاد باید نشه که همش اینجوریه، کار نمیتونه، نمیدونم درست کار نمیکنه، شیبش درست در نمیاره، از این حرفا دیگه.
ولی سرمون کاریم نبیخیم تر سرصدای یلتی دوستان عزیز اصلا نمیذاره صحبت کنیم اینجوری کار گیدید یک کوچولو سیمان سفید دور کفشار خو میریزید خدایش این کارایی نیست که آدم عجله کنه در عجله پیش بره نه باید خیلی با حوصله کار کنید این رقمی خب سرامیک های ترهدار اینا که اینجوری تره داره حتما چی داره؟ فلش داره فلش باید در یک طرف همش در یک جهت قرار بدید که تا کارتون درست در بیاد وقتی همش در یک جهت قرار دادید کارشون کلا درست در میاد خطایش هم درست در میاد اون موقع دیگه از کار خود لذت میبرید انشاءالله که همینجوری باشد اینا لونو دور چیز میخوایم یک کمکی باید اون گوشه یه بریدن میخوایم اینا هم بزرگان کار کردیم چطور به نظرتون بذار کفش هم کار کنیم خوشگل میشه یا نمیشه خب فرش اینجا از این گوشه یک کوچولو اندازه 6 7 سان آره بریدن میخواه آره اندازه 6 7 سان بریدن میخواه ما اجازه بدید آقای فرماندار اوکی اینجوریش نبریدیم داداش با اینجوری کن بله اوکی شد خب اینم شد اوکی حالا تا اینجا رو کار شده
در ادامه بازم ویدیو میذارم براتون، ویدیو میگیرم میذارم براتون، حتما نگاه کنید ببین چطوری میشه. دست شما در نکنه. از حمایت های شما ممنونم. هر کی نظری داره لطفا تو کامنت ها برام بگید. از همتون ممنونم، سپاسگزارم. لطفا لایک سابسکرایب یادتون نره.